فرازنامه. كلمة الإمام الخامنئي في لقاء وشود أهالي آذربایجان. 29 بهمن یعنی اون واقعه‌ای و حادثه‌ای که در سال 56 در یک چنین روزی، یعنی در روز 29 بهمن پدید آمد، یک حادثه بود با چندین معنا. اولا ایمان عمیق دینی، ثانیاً غیرت دینی، ثالثاً شجاعت. اینا خیلی مهمه برای یک جمعیتی که با ایمان باشن، شجاع باشن، قدرت اقدام داشته باشن، وقت اقدام را بدانن. قم کجا؟ تبریز کجا؟ اینجور نبود که 40 رو خود مردم قم بگیرن، تبریز گرفت. قضیه گذشت، 40 مردم تبریز را مردم یزد به پا داشتن. ببینید این پیوستگی بخش‌های مختلف کشور. بعد این تسلسل راه افتاد. مبتکر شماها بودید. یه عده سعی نکنن چهره آمریکا رو بزک کنن، آرایش کنن. اگر سعی هم بکنن سعیشون بیفایده است. در طول تاریخ اقلاً 70-80 سال اخیر ببینید آمریکا چه کار کرده. شرکت‌های آدمکشی و ترور، شرکت معروف بلک‌واتر آمریکایی که کارش آدمکشی است، کارش ترور است، انداختن به جان مردم. زندان گوانتانامو رو همه میدونن، زندان ابوغریب عراق رو همه میدیدن، حمله به کاروان‌های عروسی افغان‌ها رو دیدن، کمک به تروریست‌های نامدار رو که افتخار میکنن به تروریست بودن خودشون همه دیدن. این توی سیاهه اعمال آمریکا اینا ثبته. علاج مشکلات کشور پیمودن راه اقتصاد مقاومتی است، یعنی تکیه به درون. چشم رو ندوزیم به دست دیگران. ما تواناییم، ما ثروتمندیم. ثروت‌های زیرزمینی ما ثروت‌های فوق‌العاده‌ای است. دنیا به ما احتیاج دارد. اگر چنانچه ما بر روی توان خودمون تکیه کنیم، استقامت اونها در هم خواهد شکست. سناتور بی‌آبروی آمریکایی از صهیونیست‌ها پول میگیره تا بره در مجلس سنای آمریکا به ملت ایران دشنام بده، دشنام صریح، نه اینکه اهانت کنه. رؤسای کشورشون هم همینجور در سطوح مختلف اهانت به ملت ایران که البته تو دهنی را روز 22 بهمن از مردم خوردن.